ببین که تفاوت ره ز کجا تا به کجاست. بینندگان گرامی، ملاحظه می‌فرمایید که این فرهنگ متعفن لعن و نفرین چه نسل‌های پاکی را خراب می‌کند. این کودک معصوم در این سن و سال که باید محبت یاد بگیرد، متاسفانه بر اثر تربیت سوء مربیانی که دلهایشان سیاه و پر از کینه است، از همکنون لعن و نفرین می‌آموزد. فردا که این بچه بزرگ شود چه فکر و عقیده‌ای یاد خواهد گرفت؟ و غیر از لعن و نفرین و قتل و کشتار و انتقام برای اسلام و بشریت چه پیغامی به ارمغان خواهد آورد؟ لذا پدران و مادران باید بسیار مواظب باشند و نگذارند این غنچه های زیبا و معطر با بوی تعفن و لجن و عقده و کینه انس بگیرند و قلب‌های کوچک و قشنگشان مریض شود، بلکه در تمام مراحل کودکی آنگونه که شایسته است با کلمات و جملات محبت آمیز و سرشار از عشق و عاطفه آنان را به آینده زندگی و نسبت به جامعه اسلامی و انسانی خوشبین بگردانند تا بتوانند تصویر زیبا و قشنگی از اسلام و صلح و محبت و دوستی و غیره در ذهن و قلب خود داشته باشند. ببین که تفاوت ره ز کجا تا به کجاست. شو اسمك؟ وهمة. كم عمرك؟ 2. كيف حالك؟ هنا. ما تحية الإسلام؟ سياقون. من ربك؟ الله. أين الله؟ سماء. من نبيك؟ محمد. أين ولد الرسول؟ مكة. إلى أين هاجر الرسول؟ مدينة. ما دينك؟ سامة. كم عدد أركان الإسلام؟ 15. كم عدد أركان الإيمان؟ 6. ما عمود الدين؟ سيارة. ما أعظم واجب علينا؟ توحيد. ما أعظم الذنوب؟ شرك. هل يعلم أحد الغيب سوى الله؟ يا من هم المغضوب عليهم؟ يهود. من هم الضالين؟ نصارى. ما اسم الفرقة التي أثارت مسألة خلق القرآن؟ ما تهيا. من هو العالم الذي رفض القول بخلق القرآن؟ أحمد حبل. ما أعظم آية في القرآن؟ الكرسي. من هي ذات النطاقين؟ السماء. من هي سيدة نساء العالمين؟ فاطمة. ما هي دار الكرامة؟ جنة. ما هي دار العذاب والمهانة؟ نور. ما هو دعاء الاستيقاظ من النوم؟ أحنا جانا بدأ بطول. بأي اليدين يأكل ويشرب المسلم؟ يمين. ما حكم استخدام المسواك؟ سنة. ما حكم استخدام المسبحة؟ بدأ. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ بدأ. ما حكم سماع الأغاني؟ هيام. من هي الصحابية التي قتلت 7 من الروم؟ حكيم. قولي تكبير. تكبير. ببین که تفاوت ره ز کجا تا به کجاست.
ببین که تفاوت ره ز کجا تا به کجاست. من هي سيدة نساء العالمين؟ من هي سيدة نساء العالمين؟ فاطمة